رستم فروشگاهی مصالح ساختمانی دارد و 80% مال را از خارج وارد می کند. به گفته او به فرق از یک سال پیش نرخ محصولات از 15 تا 20% بالا رفته است. از این خاطر مشتری ها در جستجوی محصولات داخلی شدند. حساب کرسی دلار اونجوری هم سال نرخ برآمدگی خیلی جیوت کداسی. واردات مال و کالا به تاجیکستان در مقایسه با 4 ماه سال گذشته از 730 میلیون دلار به 1 میلیارد و 602 میلیون رسیده است. این تمایل را تا اندازه به قیمت شدن محصولات وارد شونده ربط می‌دهند. از طرف دیگر به گفته کارشناسان مهاجران به وطن پول زیادتر انتقال دادند و متناسباً خرید مال‌های خارجی هم افزایش یافته است. محصولات خارجی اساساً از حساب پول مهاجران به کشور وارد می‌گردد. آنها هر سال از 1.5 تا 2-3 میلیارد دلار به وطن می‌فرستند. 97% این مبلغ‌ها برای مواد غذایی وارد شده صرف می‌گردد. برای پس‌انداز چیزی نمی‌ماند. البته این عامل بیانگر آن است که فرقیت در توازن تجاری به اقتصادیات و در مجموع به وضع زندگی مردم تأثیر منفی می‌رساند. صادرات مال از تاجیکستان نسبت به سال گذشته 11% بالا رفته 35 میلیون دلار را تشکیل داد. ولی با این هم طبق حساب‌ها صادرات که میبایست زمینه داخل شدن اسعار خارجی به تاجیکستان باشد نظر به نشاندادهای واردات 3 برابر کمتر است. اقتصادشناسان میگویند تاجیکستان باید صادرات محصولات آماده را بیشتر کند. ما می توانیم محصولات داخلی رقابت پذیر را به بیرون براریم، مثلا محصولات تازه اکولوژی را. یعنی ما از نیروهای مینرالی و موادهای کیمیایی استفاده نمی کنیم. از این خاطر این گونه محصولات صادرات شونده می تواند خریدار زیاد داشته باشد. ولی در مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان میگویند این مسئله چندان ساده نیست. اگر ما در مثال کشورهای دیگر مثلا ترکیه بگیریم، در آنجا برای انتقال 5000 تن محصولات تخمینا 10,000 دلار صرف می شود. ولی اگر ما یک ماشین را به قزاقستان بفرستیم، این الکی 5800 دلار می شود. اگر یک واگن باشد 10,000 دلار. ما این گونه مشکلات داریم. برای افزایش صادرات محصولات از تاجیکستان ضرور است که همگرایی با کشورهای دیگر آسیای مرکزی و فضای سرمایه‌گذاری بهتر شود و برای استحصال کننده محلی شرایط ضروری فراهم گردد.